هم بیا. سلام، میشه دوتا بدی؟ چی کار کنم هکتور؟ خنده دختر هوش از سرم میبره. تموم آقا. خوبه؟ دستتون درد نکنه. چقدر تقدیم کنم؟ 300 تا بدی کافی. بله؟ آقا آخر هفته است. تازه راهمونم خیلی دوره. از اون طرف پل میای. کلیدساز از اون ور پل سفارش دادی؟ ببینین دوستان فقط یه دونه قفل عوض کردین. اگه میخوایم برگردونیم یه کلیدساز دیگه خبر کنیم. زشته، چون کارمون به شما افتاده دارین رسما سرمون کلاه میذارین. ها تو سایتتونم بنویسین 24 ساعته کلاه برداری میکنیم تا تکمیل شه. کافیه لروکس. یه دقیقه منتظر باشین. ممنون. روز بخیر. من میرم دراز بکشم. تو هم همش میگفتی خوابم میاد. برو یه گوشه استراحت. لپتاپ من کجاست؟ رو میز آشپزخونه بوده. چه میدونم، من که ندیدم. عجبا. لپتاپ به اون بزرگی کجاست؟ تبلتمو گذاشته بودم رو مبل، تو برداشتی؟ چه ربطی داره؟ من تبلت تو رو میخوام چیکار؟ چه میدونم، وقتی واسه وسایل جا باز کردی خدا میدونه چی به کار کردی. تبلت دست نزدم. رو مبل بود. عالیه. لپتاپ من نیست، تبلت هم نیست. رسما ازمون دزدید. من وقتی اینا ازمون 300 لیره خواستن فهمیدم. یعنی عوض کردن قفل انقدر نمیشه. برای همین فوراً پولشونو دادی و چون رفتم. میخواستی دردسر درست کنی. گفتم پولشونو بدم سریعتر برم. خب 300 لیره رو دادیم. بعدش بعد از اینکه رفتن فهمیدیم تبلت و لپتاپمون رو دزدیدن. ببین مخصوصا اون لپتاپ خیلی مهمه. تمام اطلاعات کاریم تو اون لپتاپه. خوشحال میشم اگه اینو یادداشت کنی. یعنی برای من مهم نیست؟ تازه خریده بودمش، 3 سال فقط میشد. ببینم شما اینا رو تو اینترنت پیدا کردین آره؟ بله. به این کار پلیس فتا رسیدگی میکنه. کمیسر احمد به این کار رسیدگی میکنه. 2 نفر بودن آقای کمیسر. یکیشون قدش کوتاه و توپل، اون یکی قد بلند و لام. البته تو ماشین یکی دیگه هم منتظرشون بود. اینا اینطوری گروهی میرن تو خونه، احتمالاً از چند تا گروه مختلفن. اینا مافیای کلیدسازی ان، من میدونم. پس بحث عوض میشه. یعنی جرم سازماندهی شده. باید بریم پیش کمیسر سمی طبقه پایین. آی سمی خان خیلی ممنونیم. اینجا یکم گرمه، برای همینم حال من خیلی بد شد. آقای کمیسر میتونیم این کار رو امروز حلش کنیم؟ چون که ما از صبح تا حالا از این میز و اون میز دیگه منتقل میشیم تا مشکلمون رو بیان کنیم. البته کمکتون میکنیم. بالاخره ما برای آسایش مردم این کارو میکنیم. دقیقاً. ما به موضوع شما رسیدگی نمیکنیم. ما به آسایش رسیدگی میکنیم. شما منتظر بمونین، همکارمو میفرستم که به مشکل شما هم رسیدگی کنه. البته منتظر میمونیم. مگه ما کار دیگه هم داریم؟ لروکس چی کار میکنی؟ اونو ولش کن. نمیشه. لروکس ولش کنی، یکم هم به من بخوره. شما چه مشکلی داشتین؟ به شما نگفتن؟ نه شما بگین چی شده. وایس ببینین ما از یه سایتی به یه شماره خدمات قفل‌سازی 24 ساعته زنگ زدیم و بعد از نیم ساعت 2 نفر وایس صبر کن. خب قربانی این آدم ها قفل ما رو عوض کردن. از ما یه مقدار پول گرفت. چقدر پول گرفتن؟ بگو بهش. 300 لیره. نه من به داداشم هی میگم برو تو قفل‌سازی کار کن و خیلی درآمد داره، اما گوش نمیده. پول که ندادین. چطور؟ اونا داشتن بهتون کلک میزدن. باید میگفتین 100 لیره داریم. خب زن داداشم طوری رفتار میکرد که انگار داره کیفشو میگرده. بعد 20 لیر بهشون میداد. با 120 لیر راحت میشد قضیه رو هم آورد. ازمون دزدی شده، واسه همین اینجاییم. آره به خدا رسما دزدی. نه اینطوری نیست. ببینین لپتاپ و تبلتمون رو دزدیدن. مشکل ما اینه. ای بابا ببینیم ما شاکیم، بازجویی هم شدیم. لطفاً اینا رو ثبتشون کنیم. نه من نمیتونم ثبت کنم. یعنی چی؟ چرا؟ خب من آبدارچیم. عثمان بیا استکانای خالی رو جمع کن. اومدم قربان.
داداش تو رو مسخره کردی ها؟ تو که آبدرچی هستی چرا میگی داستانو برای تعریف کنی؟ صداش کن تو کل این کلانتری فقط رئیس تو مونده کنم. دمیر ولش کن، تو کلانتری ما. دیوونمون کردین، این چه وضعشه؟ کافیه دیگه. آی. دارم میسوزم من. اینجا خیلی گرمه. قلبم همینجوری داره تاپ تاپ میزنه. همش از عصبانیت ها میدونه. در اصل من نابود شدم. خدا میدونه نبضم چقدر تند میزنه. بالاخره اینم شد. به لطف تو ببین تو چه وضعیتی هستی. من به آبدارچی حمله کردم؟ تو باعث شدی. با گم کردن کلیدا تو باعث شد. سر من داد نزن. تو بیا بیرون. یعنی چی؟ پس من چی؟ بالاخره فهمیدن من بیگناهم. من شما رو قبلا جایی دیدم؟ دیدی، کاش نمیدیدی. دکتر بیچاره رو فراری دادی، منم فردا انتقالی میگیرم. اینجوری شما جمعیت استانبول رو کمتر میکنید. واقعا که آقای مأمور، مگه ما چی کار کردیم تو این قضیه؟ ما صدمه دیدیم. من صدمه دیدم. من سرم ترکید. زود باش بریم. به هر کی دوست داری زنگ بزن، دوباره برمیگردیم اینجا. یه لحظه آقای مأمور. اما من میتونم رئیس کلانتری رو ببینم. ببینیم به رئیستونم گفتم من یابوس خانو میشناسم. کمیسر یابوس خیلی وقت بازنشسته شده. بابا الان دارم میبرمش. 10 دقیقه هم 10 دقیقه است. تو این 10 دقیقه میتونی یکم استراحت کنی. بفرمایید. یه لحظه لرویس. با گوشیم به وکیلم یلدریم زنگ بزن. رمزم 1953. به هیچ وجه فراموش نکن. شماره وکیل تو گوشی دوستمه. اینه. رامزو بزن. اسم وکیل چیه؟ یلدریم چیز نمیدونم. خب زنگ میخوره. الو آقای یلدریم، من لروکس هستم. من و دمیر یه مشکلی برامون پیش اومده. یعنی اینطوری بگم یه سوء تفاهمی شده. ما تو کلانتریم. یعنی کلانتری نه، تو بازداشتگاه هستیم الان. تقصیر دمیره. باید بیاین الان ما رو نجات بدین لطفا. چیو نفهمیدین؟ دمیر و لروکس دیگه. مگه دمیر و لروکس دیگه ای هم دارین؟ اما شما هم یکم شرایط ما رو درک کنین. از سر خوشی که باهاتون تماس نگرفتیم الان تو بازداشتگاه گیر افتادیم. قفل سازا خونمون رو خالی کردن. الانم اون دزدا چون ما خونه نیستیم دارن با خیال راحت کارشون رو انجام میدن. خونه بی صاحب مونده. ما اینجا اسیریم. میخواستین به کی زنگ بزنیم ها؟ شما هم لطفاً از روی صندلیتون بلند شین، بیان اینجا ما رو نجات بدین. آقای مأمور، میشه من اینجا بشینم و منتظر بمونم؟ چون اون پایین خیلی گرمه. ببینین واقعا اصلا صدام در نمیاد. همونجا بی صدا میشینم ها، چون که من تو خونه با اون آدمم، سر کارمم که با اونم، همه جا اون هست. میخوام یکم نفس راحت بکشم. میشه؟ ها؟ همونجا. اصلا هم صدام در نمیاد. قول میدم.
فیروزه میگم کاش روز می اومدیم ها. آخه این وقت شب که نمیشه. اگه خواب باشن چی؟ اون شیرینی ها نمیذاره بخوابن که. آی آخه این وقت شب. بیا آخه چراغای خونم که روشن نیست. ساکت باش دیگه، ساکت. فیروزه نه هیچ صدایی نمیاد. دختر نکنه شیرنیا کار خودشونو کردن؟ نکنه اینو رفتن عقد فوری کنن؟ لیلا خواهرم فکر میکنم قند خونت اومده پایینا. یعنی منطقت هم تعطیل شده و رفته پی کارش. اصلا قند نداری. آره به خدا افتاده. خب از خونه تا اینجا منو پیاده کشوندی. من نمیتونم فوراً برگردم. همینجا میشینم یکم استراحت میکنم. بشین. نه نخوردن، یعنی حتما نخوردن. یعنی اگر میخوردن میفهمیدیم. یعنی اینا یه کاری براشون پیش اومده بدون اینکه شیرینیشونو بخورن گذاشتن و رفتن. معلومه دیگه، مشخص. نخه خوردن، اما دستور پختت هیچ فایده ای نداشته. مزخرف نگو. دستور پخت من عالیه. دست پخت من این شیرینی ماست. همینطور که میبینی 2 تیکه ازش خورده شده. اما امکان نداره. آخه چطور ممکنه؟ لیلا تو حتما یه چیزی به توش کم و زیاد ریختی. نخور بهت میگم لیلا، میگم نخور بابا، نخوره. میخورم. بخور. آره قند خونم افتاده. شیرینی به این خوبی؟ خیلی هم خوب میخورم. ای وای، کاش میتونستم یه کار رو درست انجام بدم. بگذاریم، مجبوریم یه بار دیگه امتحانش کنیم. اما ببین اون عطاری که این اکسی رو به من فروخته بود بهش نشون میدم. آشغال به من فروخته بود. حالا نشونش میدم. خیلی خوب، یه تیکم بده من بخورم. بده منم بخورم دیگه. زود باشین، پاشین، بیاین بیرون. چی شد؟ وکیلم اومد؟ یلدیریم خان، یه لحظه، شما چطور؟ یعنی شما از کجا خبردار شدی؟ لروکس خانم با اصرار خواستن که این وقت شب بیام. منم همونطور که پشت تلفن بهم گفت از روی صندلیم پا شدم و اومدم اینجا. یلدیریم خان خواهش میکنم، سوء تفاهم شده. من حرف میزنم، تو اینجا منتظر باشه لطفاً بی صدا منتظر باش. یلدیریم خان، فردا صبح کاری لازم برای فسخ قرارداد انجام میدم. ادامه کار با شما ممکن نیست. بعد از این وکیلم به کارا رسیدگی میکنه. اگه منم جای شما بودم همین عکس العمل رو نشون میدادم. حتی به خاطر این کار زشت کاری میکردم کل بخش موضوع بفهم. خوبه؟ میدونین قرارت با چی روبرو بشین؟ نه روبرو نمیشیم. لطفاً به من 48 ساعت وقت بدین. کاری میکنم که تصمیمتون عوض بشه. دمیر خان هیچی نمیتونه نظر منو عوض کنه. هیچی. فقط 48 ساعت. بعدش هر طور صلاح میدونیم تصمیم بگیریم. 2 روز دیگه کاغذای فسخ قرارداد با امضای من روی میزتون خواهد بود. ممنونم. شبتون بخیر.
آی آی از درون دارم آتیش میگیرم فیروزه وای حالا خودمو میندازم تو دریا. من که بهت گفتم انقدر نخوری. آره خوردیم اما تأثیری نداره. ببین لیلا میگم بچه ها یه تیکه خوردن فکر کنم یه کمرق کردن ولی ما تا صبح میترسم زنده نمونیم. فیروزه من سکته قلبی. ببین چی میگم اول عرق میکنیم خسته میشیم بعد باید این انرژی رو یه جوری خالی کنیم. خالی کنیم. آی وای خدا آتیش سوزی شده. منتظر چی هستی لرکس؟ که در رو باز کنی. یعنی چی؟ دمیر خواهش میکنم من حالم خیلی بده حس بدی دارم از گناهکار بودن گلوم خوش شده اصلا نمیتونم نفس بکشم خواهش میکنم دعوا نکنیم اگه قراره دعوا کنیم باشه برای فردا اما امشب نمیشه برای اینکه گریه نکنم به زور جلوی در خودم رو نگه داشتم خواهش میکنم لرکس کلیدای جدید دست توه دارم میگم برای باز کردن در منتظر چی هستی؟ چرا مزخرف میگی اول من اومدم بیرون تو کلیدا رو بر نداشتی؟ من اومدم بیرون روی در کلیدی نبود فکر کردم تو برداشتی کلیدا رو میز موندن یعنی من چه گناهی کردم ها؟ خیلی خوبه ای خدا اوف او کجاست؟ یه لحظه به خشکی شانس باورم نمیشه همه چی برگشت سر خانه اول من نمیتونم دوباره مشکل کلیدساز رو تجربه کنم را بیفرین کجا؟ تو رو برسونم خونه مروه یا آیدا دیگه خودت چی کار میکنی پس؟ باز چی شده لروکس؟ از تو صدای گربه میاد لروکس بیرونم داره از بیرون وقتی داشتم وسایلاتو هم میکردم در باز مونده حتما اون موقع وارد خونه شده گربه بیا اونور ببینم چی خوردنی نیست نه گربه برو پایین ببین بهت غذا میدم غذای آبدار برات از بازار ماهی میخرم قول میدم فقط این کارو نکنم چی وای معذرت میخوام نتونستم ازش مراقبت کنم چرا عزیزام یکی دارن میمیرن چرا عزیزامو دارم از دست میدم آخه چرا چیزایی که گرفتی کافی نبودن حداقل به ماهیم کاری نداشته باش بیا بخور قولم قوله آفرین به تو ببین میتونی از این ماهی بخوری اما حق نداری ماهی منو بخوری چون اون دوست منه ببین ما با هم دانشگاهمون رو تموم کردیم با هم کلی خاطره داریم میفهمی؟
تو هر وقت ماهی خواستی بیا من بهت میدم باشه؟ کله خراب داشتی منو دیوونه میکردی. گشنته میخوای یه چیزی آماده کنم؟ خستم میرم بخوابم. چی بیا بریم. دمیر ازت ممنونم. شب خیر لروکس. حلش میکنیم مگه نه؟ موضوع یلدریم خانو میگم. مجبوریم حلش کنیم. لیروکس بهتری؟ اگه حالت بده بیام اونجا یا تو بیا پیشم. گند زدم به کار هتل. یلدریم خان میخواد قراردادو فسخ کنه. یعنی چی کی؟ چی شده؟ چی شده؟ مگه تو خونه نبودی؟ که یلدریم خانو دیدی؟ فردا تعریف میکنم، الان هیچی نپرسین لطفا. شوخی میکنی لروکس؟ یعنی چی میخواد فسخ قرارداد کنه؟ لیروکس زنگ بزن حرف بزنی. لروکس جواب بده. لیروکس چرا عزیزم یکی دارن میمیرن؟ چرا عزیزمو دارم از دست میدم؟ آخه چرا؟ برو تو هم برو، نمیخوام. در ضمن من خودم میتونم تنها بمونم. این کارو نکن دمیر. ببین من به خاطر کارم باید همیشه سفر کنم. در ضمن چجوری میتونم تو رو تو خونه تنها بذارم؟ اون مدرسه واسه تو خیلی مهمه، خیلی قشنگه. چرا هر کسی که دوست دارم میره بابا؟ ببین مامانم رفت، الان تو داری میری. خواهش میکنم منو تنها نذار، منم باهات میام. آروم باش دمیر، باید اینجوری بشه. یکم منطقی باش.
لیلا 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 خواهرم لیلا لیلا وای خدا از دست تو وای لیلا وای سکته کردم فکر کردم مردی وای ای فیروزه از دست تو با این نقشات خدا بگم چی کارت نکنه به خدا داشتم سکته قلبی میکردم از این دنیا میرفتم. خب مگه مجبور بودی انقدر شیرینی بخوری لیلا؟ انگار تنهایی خوردم. عرق کرده بودیم و وقت اینجا هم خوابیدیم همه جام درد میکنه لیلا وای آخ ببین چی میگم میخوام برم زیر دوش آب گرم وای اینطوری برم زیر دوش برم وای زود باش برو وای همه جام درد میکنه برو تقصیر منه که با تنها به تو میرم تو چاه زود باش برو چی؟ اصلا اینجوری چشتو واسم گرد نکن. اون مرد دیشب زندگی تو رو نجات داد. اگه اون نبود الان تو شکم هایدود به ویتامین تبدیل شده بودی. اون راستش هایدود گربه خوبیه. اگه میدونستم میتونین با هم کنار بیان اونم میآوردم. فکرشو بکن. بالا سرم تو، زیر پام هایدود، روم یه پتو، یه کتاب تو دستم. خوشبختی یعنی همین. اما خب ماهی و گربه توی خونه نمیشه. به نظر میاد لروکس و دمیرم توی خونه با هم جور در نمیاد. اما خب امروز به خاطر تو باش سر میکنم دیگه. چی کار کنم؟ اما فقط به عنوان تشکر. آها نونام آماده شدن. من برم دمی رو بیدار کنم بعدش سفره رو با هم میچینیم. باشه چی؟ دمیر زود باش الان دیرمون میشه باید بریم. ببین یه صبحونه خوشمزه درست کردم بیا یه چیزی بخور. دمیر آره خب پنبه گذاشته تو گوشش و شبم یه قرص خواب آور خورده نمیشنوه. دمیر ببین دارم میام تو آبد قر نزنی ها. دمیر ببین دارم چشمو باز میکنم و دمیر عجب بعضی باباها برای محافظت از دخترشون اونا رو تو برجای دخترانه حبس میکنن. بعضی بچه‌ها هم برای خلاص شدن از پدرشون سعی میکنن نصف دنیا رو فتح کنن. به بابام بگو فقط برای نقاشی کشیدن میام اینجا وگرنه از این خبرها نیست که هرجا نگاه میکنم یاد اون بیفتم. منو باباتون نفرستاده. قضیه اینه که طراحی یکی از هتل‌های یلدریم خانواده گرفتیم اما متاسفانه یه سری اتفاقات ناخوشایند افتاد و در حال از دست دادن اون کار است. اینم یلدریم همیشگی. چی کار کردی؟ خط لیوانا رو اشتباهی چیدین؟ آره؟ یکم بیشتر است. بی خودی زحمت کشیدی و تا اینجا اومدی. من سال هست که با بابام حرف نمیزنم. اما اون برای آشتی کردن با تو هیچ فرصتی از دست نمیده. اگه کاری کنم اونو ببخشی کارو پس میگیری. توی وضعیت خیلی بدی هستی اینو میدونی دیگه.
الان از تو هیچ خواهشی ندارم. برات یه پیشنهاد دارم. چیزی که برای بخشیدن بابات لازمه رو بگو. اگه رو زمین چیزی برای بخشیدن بابام بود، بابام خیلی وقت پیش اونو پیدا میکرد. آلارا لطفا وایسا. نمیتونم کمکت کنم. دقیقاً دختر اونو میدونی؟ سعی میکنی به من توهین کنی؟ از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا نپرسیدی چطور اینجا رو پیدا کردم؟ چیزایی که در موردت میدونم مضطربت نکرد. فکر میکنی کسی نمیتونه اذیتت کنه چون که پدرت به اندازه کافی قلبتو شکسته. تو در مورد من هیچی نمیدونی. اما میدونم چه حسی داری. از من چی میخوای؟ امروز ظهر با من باش. اگه نتونم تو رو متقاعد کنم دیگه منو نمیبینی. کلاس دارم. نه نداری. امروز کلاس نداری. چک کردم. چی شده؟ کل شب بهمون زنگ نزدی، جوابمونم ندادی. من حال جواب دادن داشتم آیدا. خیلی عصبانی شو داره. رفتین خونه دعوا کردین. اصلا یه کلمه هم حرف نزد. تازه چیچی هم نجات داد. من حالم خیلی بده. حس میکنم وبال همتون شده. ای دختر مزخرف نگو، چه وبالی؟ خب یه سوء تفاهم شده، با هم دیگه فکر میکنیم حلش میکنیم. بقیه میدونن؟ نه به کسی نگفتیم. یعنی منتظر اومدن دمیر خان هنوز نیومده؟ نه